اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. مصنف رحمت الله علیه شروع کرده است کتابش با بسم الله الرحمن الرحیم به خاطر اتباع حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لایق سزاوار بود که مصنف رحمت الله علیه بعد از بسم الله ابتدا به الحمدلله میکرد، به خاطر اینکه یکم اقتدا به قرآن عظیم میشید، دوم امتصال به حدیث شریف میشید، سوم اتباع به سلف صالح میشید. یکی مصنف رحمت الله علیه یعنی کار ترک کرد، یعنی بعد تسمیه ابتدا به الحمدلله نکرد به خاطر شکسته گرفتن نفسش. نیکی شکسته گرفتن نفسش ای جهت بود که یعنی ای حیثیت این که مؤلف کتاب خودشه خوب اهمیت تیمده همی معنی همی گپه. مقصد کمبودی را در کتاب ندید. مثلا باور داشت که کتابش 100% به مثل کتاب سلف هست، کمبودی نداره کتابش، فقط کمبودی را در این دید که شاید ای حیثیتی که همین کتاب مؤلفش منم به کتاب های اهل سلف برابر نشد. نفسش شکسته گرفت برای کمبودی در خودش دید، در کتابش نه. ای همین جهت پیروی به سلف نکرده، ابتدا به الحمدلله نکرد. با سوال دیگه میاد که وقتی انسان نفسش شکسته میگیره باید که پیروی به حدیث کنه. تو بگوی که من نفسم شکسته میگیرم و امتصال به حدیث شریف نکنی، این درست نیست. پس چه به خاطر کسر نفس یعنی شکستن نفس ترک امتصال به حدیث کرد؟ جوابش همین بود است که در حدیث بین حدیث چه خیلی مگه کل امر ذبال لم یبدأ فیه بحمد الله فهو اجزم. لم یبدأ گفته است، اونجا ابتدا به الحمدلله گفتگیه. ابتدا سه نمود میشه: تلفظی، تعقلی، تکتبی. در اینجا مصنف در حقیقت ابتدای تکتبی نکرده است، نه که حتما یا تلفظی یا تعقلی کرده کیه. ما ای کجا میدونیم؟ انا میجا میدونیم که باید مسلمان نسبت مسلمان گمانی نیک داشته باشه. ما گمانی نیک میکنیم به همه بزرگوار، میگیم که ابتدا کردگیه. خب الکلمه لفظ وضعه. بحث یکم در اطراف الف لام کلمه، بحث دیم در اطراف تا. الکلمه الف لامش الف لام جنسه، تاش تای وحدت نوعیه، وحدت فردیه نه وحدت نوعیه. بین کلمه بگیم اگر به تا بگیم که کلیم بگیم تا نیاریم داخلش، اما تیره اگر نیاریم این کلیم جنسه، او را اطلاق کرده میشه بر کلمه ای که نحوی باشه یا کلمه ای که فقهی باشه، منطقی باشه، چی کلمه ای باشه در همش اطلاقش میمن. اتای وحدت نوعیه را پیوستش کردن یعنی مقصد اشاره کرده است که مقصد ما کلمه کلمه همون نوعیه که در زبان نحویه ای که انموش الف لامش الف لام جنسه. این الف لام آوردن به خاطر اینکه دلالت کند که یعنی ماهیت کلمه نحوی لفظ است. انشاءالله که فهماشیده. تاش تای وحدت نوعی، الف لامش الف لام جنس. بین الف لام جنس تای وحدت نوعی یگان منافات نیست. برای که اگر کلیم بگیم الکلیم بگیم، کلیم اسم جنسه، کلمه نحوی رم در بر میگیره، مثال منطقی رم، معانی رم، بیانم همش در بر میگیره. نه که تای وحدت آوردن تا اینکه امی تا اشاره کنه که تعریف کلمه نحویه، یعنی یه نوع کلمه را ما تعریف کرده شده. الف لامش الف لام جنسه اشاره به این داره که ما همه جنسی ماهیت کلمه نحوی را تعریف کرده شده. خلاصه کلمه نحوی لفظ است. گفت لفظ است یعنی احتراز کرده شده است به همین قولش، به همین لفظون گفتگیش. از دوال اربعه میگن که خط، اشاره و نصب و عقود و اینیا. مثلا بین وقتی تو در راه میری اشاره های راه برای تو
دلالتت میکنن. اشاره را مثلا چراغک سرخ میشه همون دلالت میکنه که بیست یا صبر میشه بگذر. نه که یا لفظ نه یا کلمه نیستن، یا برای لفظ نیستن. کلمه تعریف کرد گفت لفظ است. چه خیلی لفظ؟ ما اول لفظ رو بفهمیم که چیه. لفظ در لغت به معنای رمی، یعنی انداختن، پرتافتن یک چیز. میگن که اکل تو تمرته و لفظ تو نواته، عربا میگن یعنی خرما رو خوردم و لفظ تو نواته. اینجا لفظ تو نواته به معنای رمیتوها، یعنی پرتافتم دانشد. نه که در اصطلاح نحوی ها لفظ وقتی میگن لفظ خاص کردن لفظ ما یتلفظ به الانسان قلیلا کنه او کثیرا. یعنی لفظ میگن نحوی ها همه در نظر دارن چیزی که انسان تلفظ میکنه، خو کم باشه خو زیاد، خو مهمل باشه خو انا بگیم که غیر مهمل باشه، فرق نداره. هر یک چیزی که انسان تلفظ میکنه، یا که ساده ترش بگیم هر صوت و صدایی که از دهان خارج میشه و تکیه بر مخارج حروف میکنه او را لفظ میگن، اگر چنده یه حرف هم باشه. کلمه لفظ است، یعنی صدایی است که از دهان میبراید. نه که لفظی که وضع کرده شده است از برای معنا. وضع در لغت به معنای نهادن، یعنی یک چیز را در یک مکان موندن، همین را وضع میگن. نه که در اصطلاح نحوی ها وضع گفته خاص کردن یک چیز در مقابل یک چیز به حیثیت، یعنی همون نمود خاصش میکنه که از علمی به شیء اول علمی شیء ثانی لازم بیاید. مثلا بین خوزی یه فرزند به دنیا میآید، نام او را ما میگذاریم عبدالله. انمی لفظ عبدالله در مقابل همون تفلک ما خاص میکنیم، یعنی خاصی انمو تفلک همین نام عبدالله. وقتی که همه لفظ ما شنیدیم عبدالله که گفتیم، علم ما درباره همون تفلک حاصل میشه و همون تفلک پیش نظر ما. انا میره وضع میگن. وضع در اصطلاح نحوی ها خاص کردن یک چیز در مقابل یک چیزی دیگر بوده است، به حیثیتی که هر باره که انمو شیء اول تلفظ کرده شود یا اطلاق کرده شود شیء دیگه فهمیده شود. کلمه لفظی است که وضع کرده شده است، یعنی خاص کرده شده است از برای معنای مفرد. لمعنى مفردین، یعنی از برای معنای مفرد. کلمه هم خیلی لفظ بوده است، لفظی که وضع شدگی در مقابل یگان معنایی که او مفرد است. معنا در لغت به معنای مقصد مگه، قصد مگه. نه که در اصطلاح نحوی ها ما یقصد به شیء میگن، چیزی که مقصود از یگان شیء باشه اون را معنا میگن. مثلا وقتی که ما عبدالله میگیم مقصدی ما اهمی لفظ چیه؟ انمو تفلک، انمو معنا. مفرد گفته اصلا در لغت به معنای فرد، به معنای تنها میاد. یعنی که در اصطلاح نحوی ها میگن ما لا یدل جزءه علی جزء معناه. یعنی مفرد لفظی را میگن که جزءش بر جزء معنی دلالت نکنه، کل به کل دلالت کنه. مثلا لفظ عبدالله بی همه کل لفظ دلالت بر همون تفلک میکنه. این طرینه که عبد دلالت بر نیمش کنه و الله دلالت بر نیمی دیگرش. این خیلی کل لفظ بر کل معنی دلالت میکنه. این مفرده. پس بین که کلمه، یعنی کلمه نحوی لفظی بدست که خاص کرده شده باشه از برای معنای مفرد. معنای مفرد هم فهمیدیم. مفرد همون چیزی را میگفته بدستن که کل لفظ بر کل معنی دلالت کنه، جز به جز کل به کل دلالت.